سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز. در اولین جلسه آموزشی CSS در آکادمی آیتی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. خیلی خوشحالم که دوره آموزش HTML رو با موفقیت پشت سر گذاشتین و توی HTML کاملا مسلط شد. اما زبانی که امروز میخوایم کار رو با شروع بکنیم، زبان CSS، تقریبا میتونم بگم یکی از پرکاربردترین زبانهایی هست که در صفحات وبسایت استفاده میشه. واقعا وبسایتی وجود نداره که صرفا با HTML ایجاد بشه. ببین دوست من، شما HTML رو باید یاد بگیرین برای ایجاد بخش‌های مختلف صفحه وبسایت. تگ H1 رو یاد گرفتین، تگ P رو یاد گرفتین و تگ های دیگه ای که با استفاده از اون تونستین محتویات صفحه رو کنترل بکنین. ما هدفمون در CSS و در یادگیری CSS کنترل کردن در واقع بخش های مختلف صفحه وبسایت و محتویات اون نیست، بلکه تمرکزمون روی کنترل استایل ها و در واقع ظاهر اون بخش های مختلفه. من اگر یک مثالی بخوام بزنم که این بحث کاملا جا بیفته، شما اگر یک صفحه وبسایت رو به یک ساختمون در واقع تشبیه بکنید، چیزی که بیس ساختمونه، یعنی در واقع اون اسکلت ساختمون و اتاقهایی که مشخصه چیدمانش، تقریبا بحث HTMLه. اما ظاهری که اون اتاقها دارن، اون ساختمون داره، توسط CSS کنترل میشه. شما میتونید یک اتاق رو به یک در واقع دکوراتور بدین، کسی که تخصصش در واقع دیزاینه، و اون رو در واقع دیزاین بکنه جوری که شما وقتی واردش میشین باورتون نشه که این همون اتاقیه که شما در واقع به دکوراتور دادین که براتون دیزاینش بکنه. اما میتونید همون اتاق رو هم به همون سادگی استفاده بکنید. CSS ظاهر رو کنترل میکنه و هر چقدر توی CSS شما حرفه‌ای و متخصص بشین، قطعاً وبسایتتون ظاهر بسیار بسیار زیباتری رو خواهد داشت. ازتون میخوام تمرکز کاملتون رو روی این دوره بذاریم. توی این دوره قرار ما خیلی از موارد رو یاد بگیریم. همونطور که میدونین CSS 2 تا بخش داره: CSS ورژن 2 و ورژن 3. CSS ورژن 2 بخش های بیسیکی رو کنترل میکنه، مثل بک‌گراند ها، مثل بوردر ها، در واقع مارجین ها، چیدمان ها و الی آخر. اما CSS 3 میاد و بسیار بسیار زیبا با استفاده از ترانزیشن ها، انیمیشن ها، ایجاد در واقع حرکت های 2 بعدی و 3 بعدی و الی آخر کمک میکنه که ما صفحه وبسایت بسیار حرفه‌ای تری رو داشته باشیم. توی CSS واقعا جای بحث بسیار بسیار زیاده. هدفمون اینه که توی این دوره شما رو کاملا با CSS آشنا بکنیم و شما رو کاملا به CSS مسلط کنیم. امیدوارم شما هم تصمیم جدی خودت رو گرفته باشی و آماده باشی که توی این دوره به بهترین نحو یک بار برای همیشه به CSS مسلط بشی و در واقع در ادامه این دوره بتونی یک قالب رو ایجاد بکنی. یک قالب وبسایت رو باید بتونی ایجاد بکنی. یعنی ببینید، اگر کسی به HTML کاملا مسلط باشه و به CSS 2 و 3 هم مسلط باشه و از اون HTML 5 رو هم کاملا بدونه، باید هر صفحه وبسایتی که میبینه رو بتونه ایجاد بکنه، بجز جاهایی که اسکریپت نویسی داره، جاهایی که زبان جاوا اسکریپت و jQuery باید کمک ما بکنن، مثلا اسلاید شوها، مثلا وبسایت های پارالاکس و الی آخر. اما ظاهر صفحه رو شما میتونم بگم شاید تا حدود 90% هر وبسایتی رو باید بتونین در واقع ایجاد بکنین. بعد از این دوره رو برای شما تدوین کردیم تحت عنوان پیاده سازی در واقع یک قالب PSD با استفاده از HTML و CSS که شما با استفاده از این 2 تا زبان میتونید یک قالب رو از 0 تا 100 در واقع داشته باشین و کاملا بهش مسلط بشین.
خب اما ببینیم که CSS رو به چند روش میشه استفاده کرد. ببینید دوست من، CSS مکمل HTML شماست. یعنی شما کدهای HTML رو که نوشتین در کنارش در واقع CSS رو استفاده میکنید. حالا این CSSی که شما استفاده میکنید به چند روش قابل استفاده است. اولین روش به این صورته که بیاین و در قالب یک فایل جداگونه، یعنی شما فایل هایی که تا الان داشتیم فرمتشون .html بود، الان میخوایم بریم سراغ فایل با فرمت .css و اون فایل رو اصطلاحاً اتچ کنیم به صفحمون. خب یه نکته اینجا هست، آیا من میتونم یک فایل CSS داشته باشم یا چندین فایل CSS؟ سوال گزینه 2، یعنی چندین فایل CSS هم شما ممکنه داشته باشین، البته در صورت لزوم. آیا میتونم یک فایل CSS رو به چند تا صفحه HTML اتچ یا لینک بکنم؟ بله. یعنی صفحات وبسایت ما خیلی از چیزهاشون شبیه به همه. من یک فایل CSS تعریف میکنم و خصوصیت ها رو، مثلا H1 ها توی صفحات وبسایت من همه یه شکلن، H2 ها به همین شکل، در واقع هدر و نویگیشن من اون در واقع بخش بالای سایت من تو همه صفحات یه شکله، فوتر یه شکله، مگر اینکه استثناء وجود داشته باشه. به صورت پیش‌فرض اینا همه یکسانن و یک خصوصیت و استایل رو دارن. پس از یک فایل CSS استفاده میکنیم، میتونیم اون رو به چندین فایل HTML اتچ کنیم و خصوصیات رو در واقع به ارث میبرن از اون فایل CSS. اما نکته، چه مزیت‌هایی وجود داره در استفاده از CSS؟ اولین مسئله که بهش میرسیم اینه که کار ما رو به عنوان یک طراح وبسایت خیلی ساده میکنه. شما فرض بکنید میخواید رنگ بدید به تگ های H1تون. خب اگر اومده باشین و تمام H1 هایی که توی به طور مثال 50 صفحه وبسایتتون دارین همه رو داخلشون یه تگ فونت انداخته باشین و کالر تعریف کرده باشین، زمانی که توی صفحه ممکنه 2 تا H1 داشته باشین، توی صفحه یه دونه، توی صفحه 3 تا، وبسایت رو میبرین به کارفرما تحویل میدین، یا بعد از یه پروسه طولانی کارفرما میخواد ادیت کنه وبسایتش رو، به شما زنگ میزنه به عنوان طراح و ازتون میخواد که رنگای H1 ها رو، حالا اون ممکن ندونه H1 چیه، ولی به شما میگه رنگای تیترای صفحه‌ام رو مثلا از این رنگ، مثلا از آبی به سبز تغییر بدین. خب قطعا اگر شما این کار رو با تگ فونت و HTML صرفا انجام داده باشین، اونجا حالتون خیلی بد میشه، به این علت که باید برین توی تمام این 50 تا صفحه بگردین، تگ‌های فونت رو پیدا بکنین، رنگ رو عوض کنین. اما اگر من توی یک فایل CSS تعریف کرده باشم که H1 ها به طور مثال این خصوصیت رو داشته باشن، این رنگ رو، این سایز فونت رو، این فونت رو و الی آخر، و توی تمام این 50 تا صفحه وبسایتم اون فایل CSS هم رو لینک یا اتچ کرده باشم، به محض اینکه من خصوصیت یک H1 رو تغییر میدم، خصوصیت کل H1 های دیگه هم تغییر خواهد کرد و این تغییری که کارفرما از من میخواد به راحتی میتونه توی چند دقیقه انجام بشه و هیچ اذیتی هم برای من نداره. خب گزینه دومی که باعث میشه من حتما از CSS توی صفحات وبسایتم استفاده بکنم اینه که ما توی HTML از خصوصیت ها یا اصطلاحاً اتریبیوت هایی که میتونستیم برای تگ ها استفاده بکنیم بسیار محدودیت داریم. مثلا ما میتونستیم بگیم الاین، تگ ایمیج الاین سنتر نداره، تگ اچ الاین سنتر داره، تگ فونت الاین نداره و الی آخر. خیلی از این المان ها اصلا این خصوصیت رو نمیتونیم توشون تعریف بکنیم. پس لازمه که من بیام از تگ های تو در تو استفاده بکنم که حجم کارم رو میبره بالا. اما توی CSS به این صورت نیست. من تمام خصوصیت های CSS رو میتونم برای تمام تگ ها استفاده بکنم و هیچ محدودیتی هم واقعا وجود نداره. شما میتونین در واقع تمام تگ های HTML تون رو بهشون یک رنگ بدین، بهشون الاین بدین، بهشون سایز بدین، ویدو هیت بدین و الی آخر. پس دست ما به عنوان یک طراح خیلی باز میشه و ما خیلی راحت میتونیم در واقع از خصوصیت های مختلف استفاده بکنیم و کارمون رو پیش ببریم.
گزینه سوم یا در واقع نقطه مثبتی که اینجا وجود داره برای استفاده کردن از CSS اینه که اگر شما کل خصوصیت‌های صفحتون رو با CSS داده باشین، اصطلاحاً وبسایت شما فول CSS باشه و حتما CSS هم از نوع اکسترنال، یعنی همین نوعی که خدمتتون عرض کردم، یک فایلی باشه با فرمت CSS، توی این روش کار کرده باشین، خب به علت اینکه فایل های CSS شما کش میشن، اصطلاحاً سرعت وبسایت شما میره بالا. یعنی چی کش میشن؟ ببینید مرورگر شما یک حافظه ای داره که یک سری از فایل ها رو زمانی که شما یک صفحه وبسایت رو میبینید اصطلاحاً کش یا ذخیره میکنه داخل خودش. شاید دقت کرده باشین مثلا وقتی که ویندوزتون رو نصب میکنید یا براوزرتون رو تازه نصب میکنید، میرید یک وبسایت رو ببینید، مثلا چه میدونم وبسایت یاهو رو میخواین باز بکنید، زمانی که دفعه اول این وبسایت رو باز میکنید زمان نسبتا زیادی رو میبره تا کامل لود بشه، به این علت که از 0 تا 100 این صفحه باید خونده بشه. اما اگر این صفحه وبسایت قبلا توی این مرورگر و این سیستم دیده شده باشه، فایل های CSS و یک سری فایل های دیگه اون داخل مرورگر شما و روی سیستم کلاینت و لوکال شما، همون سیستمی که دارید باهاش در واقع صفحه یاهو رو باز میکنید، ذخیره شده و برای خوندن اون فایل ها دیگه لازم نیست از سرور اونا دانلود بشن، از سایت یاهو دانلود بشن، رو سیستم خود شما هستن. سرعت رو باعث میشه که خیلی خیلی در واقع بالا بره این قضیه. خب بسیار عالی. پس من با همین 3 تا نکته و یه عالمه مزیت دیگه که وجود داره برای استفاده کردن از CSS یاد میگیرم و متوجه میشم که حتما باید توی CSS به یک متخصص درجه 1 تبدیل بشم که بتونم صفحات وبسایت بسیار در واقع حرفه‌ای و تخصصی رو ایجاد بکنم. اما برمیگردم سراغ این مسئله که ما چند نوع CSS داریم یا به چند روش میتونیم از CSS استفاده بکنیم. اولین روش رو توضیح دادم، روش اصطلاحاً اسمش اکسترنال هست، فایل خارجی هست، فایلی با فرمت .css که به صفحات مختلف وبسایت ما لینک یا اتچ میشه، که این روش بسیار بسیار رایجه و بیشترین درصد استفاده از CSS توی همین روش اکسترناله. اما روش دوم روش اینترنال هست، روشی که در واقع برای هر صفحه به صورت جداگانه کد CSS می نویسیم. یعنی چی؟ یعنی که ببینید توی بخش هد من میتونم از کدی استفاده بکنم، از تگی استفاده بکنم تحت عنوان استایل. زمانی که از این تگ استفاده میکنم داخلش میتونم خصوصیت ها و در واقع کدهای CSS هم رو بنویسم. زمانی که کدهای CSS رو داخل یک صفحه می نویسم دیگه داخل صفحه دیگه قابل فراخوانی نیست. یعنی وقتی من توی یک صفحه انحصاراً داخل هدش، داخل تگ استایلش خصوصیت CSS می نویسم، مثلا میگم اچوان ها این خصوصیات رو داشته باشن، به هیچ عنوان نمیتونم این رو داخل صفحه دیگه فراخوانی بکنم. خب چه مزیتی داره؟ یه زمانی هست شما مثلا 50 تا صفحه وبسایت دارین، یکی از این صفحات میخواد اچواناش با بقیه فرق کنه، خب حتما از این روش استفاده میکنین. البته راههای دیگه هم وجود داره که جلوتر راجبشون صحبت خواهیم کرد. خب باز هم تمام CSS ها متمرکز هستن یه جا داخل تگ استایل هدتون. خب این باعث میشه که صفحتون حجمش بره بالا و اون مزیتی که راجب سرعت لود داخل فایل اکسترنال خدمتون توضیح دادم دیگه اینجا وجود نداره. درصد استفاده ازش بسیار پایینه. و اما نهایتا روش آخر به این صورته که هر تگی که تا الان یاد گرفتیم و هر تگی که وجود داره داخلش اتریبیوتی وجود داره تحت عنوان استایل. مثل اینکه من اتریبیوت الاین رو می نوشتم، اتریبیوت استایل هم دارم و میتونم از اتریبیوت استایل استفاده بکنم داخلش خصوصیت های CSS رو بنویسم.
به این روش میگن اینلاین. یه مرور کوچیک بکنم. روش اول روش اکسترنال یا خارجیه. روش دوم روش اینترناله که داخل هد نوشته میشه و روش سوم روش اینلاین هست. خب من به این سه روش میتونم از CSS در واقع استفاده بکنم. خب همونطور که توی دوره آموزشی HTML هم خدمتتون توضیح دادم، نیاز به یک روت فولدر داریم که اون رو ایجاد میکنیم تحت عنوان چپتر 1 و میایم سراغ نرم افزار براکت. از نرم افزار براکت استفاده میکنیم و من میام اون روت فولدری رو که دارم درگش میکنم اینجا که در واقع روت فولدرمون رو اینجوری سازماندهی بکنیم و میام اینجا فایل جدیدی رو ایجاد میکنم، سیوش میکنم تحت عنوان index.html. در ارتباط با پلاگین emmet در دوره آموزشی نرم افزار براکت هم توضیح دادم خدمتتون دوستان. اگر باش کار نکردن میتونن از در واقع وبسایت آکادمی آیتیون رو دانلود بکنن و در واقع بهش دسترسی داشته باشن. این علامت تعجب و تبی که من زدم از همون پلاگین emmet بود که این کدها رو برای من نوشت. اما من فایل دیگری رو هم ایجاد میکنم دوست من. خواهیم فعلا سراغ CSS اکسترنال بریم و اون رو ذخیره میکنم داخل فولدری تحت عنوان CSS. به طور مثال حتما هم داخل روت فولدرم اسم فایلم رو میذارم style.css. میبینید که یک فایل index HTML دارم، یک فایل CSS که اینجا در کنار هم دیگه توی روت فولدرم هستن. خب من میام سراغ ایندکسم. برای لینک کردن یک فایل CSS اکسترنال من اینجا میام داخل هدم از تگ تحت عنوان لینک استفاده میکنم. میام ررش رو اصطلاحاً استایل شیت میذارم، ثابت هست همیشه. تایپ رو تکست /CSS میذاریم و نهایتاً hrefمون آدرس فایل CSS مونه. ببینید من از ایندکس دارم آدرس میدم. اجازه بدیم بیایم توی روت فولدرمون. من توی این دارم مینویسم، حتما باید بگم توی پوشه CSS style.css. خب بیایم توی براکت میگیم CSS و style.css. اینجا هم به عنوان یک تگ empty HTML تگ لینک رو میبندم. خب الان CSS هم اتچ شد به این فایل HTML هم. بریم و اولین خصوصیت CSS رو ببینیم چطور نوشته میشه. CSS یک سینتکس داره یا نحوه نگارش کد داره. سینتکس به این صورته که ابتدا سلکتورمون رو می نویسیم. سلکتور منظورمون اینه که چه چیزی رو قراره براش CSS بنویسیم. خصوصیت های CSS چه المانی رو توی صفحه میخوایم کنترل بکنیم. به طور مثال اگر من اینجا توی بادیم یک تگ h1 دارم و اینجا از لورم ایپسوم یک در واقع کلمه ای رو میگیم مثلا 5 تا کلمه رو برام تولید بکنه، کاراکتر کردیمش، 5 تا کلمه رو تولید بکنه. این رو کپی میکنم میام اینجا پیستش میکنم، برمیگردم اینجا. خب من میخوام h1 رو کنترل بکنم، مینویسم h1. سلکتورم h1، میخوایم خصوصیت های h1 رو کنترل بکنیم. خب به این صورت من دستورات CSS رو مینویسم. حالا من سلکتورم که مشخص شد، باید بگم چه خصوصیتی رو میخوام کنترل بکنم. مثلا رنگ نوشته رو میخوایم کنترل بکنیم. رنگ نوشته توی CSS خصوصیتش یا اصطلاحاً پراپرتیش کالره. کالر 2 نقطه مقدارش مثلا من مینویسم رد سمیکالون. پس شد سلکتور پراپرتی ولیو به این صورت نوشته میشه. حالا میتونیم ما چندین و چند تا پراپرتی و ولیو داشته باشیم برای یک سلکتور. مثلا کالرش رو ست کردم. نکته که وجود داره اینجا میتونستیم از کدهای هگزادسیمال هم استفاده بکنیم به طور مثال. و اینجا بیام مثلا فونتش رو کنترل بکنم.
خاطرتون از توی HTML با تگ فونت و اتریبیوت فیس این کار رو میکردیم. اینجا توی همین سلکتور مینویسیم پراپرتی بعدی فونت داش فامیلی، اسم فونت فامیلی اون مثلا تاهما سمیکالن. دقت کنید پراپرتی ولیو رو که مینویسیم اولا مساوی نیست، اینجا 2 نقطه است. دوما اینجا نیاز به دبل کوتیشن مثل HTML نداره. سوما حتما انتهای هر کدومشون یک سمیکالن داره. مثلا میتونم اینجا بیام سایزش رو کنترل بکنم. اگه خاطرتون باشه با تگ فونت اتریبیوت سایز عددی بین 1 تا 7 میتونستیم این کار رو توی HTML انجام بدیم. اینجا میام میگم فونت داش سایز مثلا 12 پیکس بر حسب پیکس و مقدارهای دیگه. من اصلا فعلا نمیخوام این خصوصیات رو شما حفظ بکنید، دارم کدی رو مینویسم که شما ببینید به چه صورت من تونستم H1 رو کنترل بکنم. دوباره برمیگردم توی فایل HTML هم و اینجا چند تا H1 دیگه هم به کار میبرم. میبینید همه دارن تغییر میکنن. اگر برگردم اینجا کارفرما از من بخواد که رنگ اینا تغییر بکنه، من به این صورت میتونم کد رو تغییر بدم، همه تگ های H1 هم تغییر کرد. خب من فقط خواستم در انتهای این جلسه یک بک‌گراندی از کدای CSS شما بگیریم و ببینید واقعا چطور میتونیم کنترل بکنیم. ببین دوست من حتی اومدم خصوصیت هایی که به صورت پیشورز داخل در واقع HTML برای این تگ تعریف شده بود رو کنترل کردم، سایزش رو کنترل کردم و حالا کالرش رو حتی میتونیم خصوصیت بولدی رو ازش بگیریم. فعلا نمیخوام شما رو در واقع ذهنتون رو با پراپرتی های CSS خیلی شلوغ بکنم، فقط خواستم که شما تا اینجا بدونین که در واقع CSS چقدر میتونه کمک ما بکنه. خب توی جلسات آینده با نوع‌های مختلف CSS، نحوه نگارش کدها و در واقع بحث‌های بیسیک آشنا میشیم و میریم سراغ خصوصیت‌های مختلف، مثلا خصوصیت‌هایی که میتونیم توی فونت کنترل بکنیم چه خصوصیت‌هایی هستن. خب تا جلسه آینده شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما دوستان عزیز میخوام که حتما لطف بکنید و در کنار در واقع آموزش‌های ویدیویی که دارید میبینید حتما نوت برداری داشته باشین. لطفاً حتما این کدها رو تمرین بکنید، خودتون ابتدا عین این کدها رو بزنید و بعد سعی کنید باشون بازی کنید، رنگ رو تغییر بدین، فونت رو تغییر بدین، سایز رو تغییر بدین. هر چقدر شما با این کدها بازی بکنین این باعث میشه که بهتر CSS براتون جا بیفته. و لطفاً توی تمام دوره‌ها من این رو پیشنهاد میدم به تمام دوستان، لطفاً تا تمرین های این جلسه رو کامل انجام ندادین از کنارش نگذارین و سراغ تمرین های در واقع درس بعدی و ویدیو درس بعدی نرین. لطفاً سعی کن ابتدا حتما این رو کامل بهش مسلط بشین. تا جلسه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.